شادی امروزه ما از کدام فن است؟ یک نفر اسفنی؟ اسفنی زبان مادری. آفرین. سوال میدهم کنی زبان مادری چیست؟ زبان مهم بین مردمان است. زبان مهمترین علاقه بین آدمان است. آفرین. زبان چیست؟ زبان مهمترین واسطه علاقه بین آدمان است. زبان چیست؟ زبان مهمترین واسطه بین آدمان است. زبان مهمترین علاقه بین آدمان است. آفرین. آفرین. یک جای شعری زبان مادری را بگیم کنی از جا خیستیم آهسته. درسی گشاده امروزه ما موضوع امروزه ما نقل افسانه. اما اکنون من به شما سوال میدهم افسانه چیست؟ افسانه آرزوی آدمان است. افسانه خیال و بافته آدمان است. افسانه آرزوی آدمان است که آن را به افسانه تصویر میکنند. افسانه بافته آدمان است. افسانه خیالی آدمان است. افسانه بافتن آدمان است. افسانه آرزوی آدمان است که آن را به افسانه تصویر کرده اند. آفرین. روی یکانی من شنیدم. اکنون به سوال دویم جواب بدهیم حقیقت چیست؟ سوال کنم حقیقت چیست؟ حقیقت راست میگو. حقیقت راست گفتن است. حقیقت راست قولی است. گفتن است. حقیقت دروغ نگفتن است. راست گفتن امان است. آفرین. آفرین بچه ها. آفرین. اما اکنون نوبت رو به گروه یکم میدهیم که نقل افسانه. مرحمت. بود نبود یک روباه و یک لگلگ بود. آنها با هم جوره شدند. روز روباه به لگلگ گفت جوره جان پگاه تو به خونه من بیا، من تو را ضیافت میدهم. آفرین. لگلگ راضی شد و روز دیگر به خونه روباه آمد. روباه شعله بود. بعد آن را در طبق کشیده و نزدیک دوستان گفت بیخود راجعه قدر که دل خود بیخود. لکلک بیچاره. لکلک بیچاره اما موزد اما چیز بودن نتوانست. روباه در یک دم شعله را داخل بیخود تازه لشته به لکلک گفت جان که مرا به جای زیان قبول بکن. هرچی داشتم
آفرین تمامش روز دیگر روز دیگر لگ لگ رباه را به خونه اش دعوت کرد. لگ لگ مصطبه را در کوچه کتنباری کشید. آن را به نفع گذاشت و گفت صورتچان هر قدر که دلت خواهد بخور. آفرین روباه باشد گذرا بوی کشید لشید اما هیچ چیز خوندن نتوانست. لگ در یک مصطبه را در یک دم توباقی بخورد و نرد و صورتچان هر چیزاشم بشد گذاشت که من بچه شد خبه بکن. رباه و خونه خود با شکم گرسنه برگشت. با همه توصیه رباه و لگ لگ به آخر رسید. آفرین یک حرف آفرین به گروهیه یک حرف آفرین به همه اکنون نوبت رو به سوال ها میدیم. سوال یکم به گروه دیجو مرحمت یعنی به سوال ها جواب میدیم. کسی که سوال یک سوال دو سه مرحمت سوال یکم برای لگ لگ چی بود؟ رباه برای لگ لگ شبه بود. آفرین خوبیستم برای چی لگ لگ در خونه رباه چیز خوبه نمی‌دونید؟ برای که تو لیمو درات بوده. از طبق خورده؟ نمی‌توانید. آفرین چی بود؟ واقعا برای رباه مصطبه بود. آفرین چرا رباه چیز خوبه نتوانید؟ آفرین مرحمت جواب از کوزه جلدنباری چیز خوبه نمی‌توانید. برای چی رباه و لگ لگ به آخر رسید؟ برای که آنها هم چیز نیازیگر نبودند. آفرین با چی نبود؟ کدام سبب؟ آنها بر کدام سبب آنها از همدیگر جدا شدند؟ چون که آنها حیوان‌های چی بودند؟ گم بودند. باز چی بودند؟ خوب کردن نتوانستند. آنها همدیگر را خوب مهمانداری کردن نتوانستند. آفرین کنیم برای شما هم باز کنیم باشه یک درختان بود یک دیگری حیوانات. آفرین شما میگید این دو بودیچه زمان دو بودیچه میزیستن نامشون دو یک و بالویه بود. آنها در دو کنار یک گل میچریدن. آفتاب زمین رو نوشکارانه گرم میکرد. دونه یک بالای گفت ای جورابا این طرف گذر هرگرمون بازی میکنه نه تو به این طرف گذر. دونه یک رازی شد تو برخواست به طرفی بابایا گذرد. آفرین دوامش نگاه بعد هر دو در کپرکی تنگ ما بودند. یکی دیگری رو چی میگو؟ یکی دیگری را گفته تو گرد من میگذرنده تو عقیب گرد ایستو من به پیشی تو میگذرم. هیچ کس از آنها عقیب خواستن نخواستن. آفرین دوامش پس آنها با یکدیگر با یکدیگر برخوردن و درونی جوی افتادن. جوی خوره و آبش تیز بود. بودیچه ها داری به خود از درین جوی برمادن. اکنون چیکار میکنه؟ اکنون یک روی هم میدونی نمیکنن. پس آنها با هم دوستانه زندگی کردن. آفرین با هم زندگی دوستانه کردن یک آفرین بر گروهی دویم آفرین میخونیم یک از جواب میتم مرحمت سوال یکم در افسانه ها سخن درباره چی ها میگن؟ سخن درباره چی؟ دو گوزیچه آفرین نامی گوزیچه ها رو میگید؟ آفرین سه سوال آنها رو در آخر آنها چیکار کردن؟
آنها دوستانه زندگی کردند. آفرین. سوالی دیگر بریم. خانی با گروه پنجم. آفرین. گوش میکنیم خانی. بزیچه ها خسرگی برداشتن بچه ها؟ بله. چه در کجا؟ معین شد که آنها خسرتی برداشتن. آنها و یقیده چه برداشتن؟ راه نداد. آفرین تن زنید نمبر رو اکنون یک پنسم نمبر رو اکنون فکروی سه میبینید بعد نقشه مرد بسیار باید با دولت بود. یک پسر داشت. پسرش جوانی زندگی می‌کرد بود. آفرین. پسر پیش پدرش آمد و پرسید پدرجان برای چی شما اینقدر پول سفر دارید و فقط دوست جوره دوستی حقیقی از دوست کس زیاد نمی‌شود. جواب داد پدر پس پسر خود را تعریف کرده بود. من چیزی دوست دارم همه‌شان دوستانی جانی هستند. تو میدونی که معنی دوست جانی چی است؟ پدر جان دوست جانی همون است که هر چیز رو برای دوستش دارد نمی‌دارد. آفرین مرحبا. تو باور داری که دوست جانی چی معنا دارد؟ گفت پسر. پدرش گفت اول سنجیده بین که کدام دوستی نانی و کدام زبانی کدام جانی. پسر خود را فکر کرد بیمار کرد. از یک هفته بین 40 جوره از 10 نفر به خبرگی او آمدند. پسر خود را به بیماری گرفت و به آنها چی بود؟ بیماری من خیلی سخت است. چند داروی دیگر لازم است. نمیدانم از کجا بخرم. آفرین بشین. پول و از کجا پیدا کنم؟ پس از شنیدن همین سخنها 8 نفر دوستش به خبرگیری او نیامدند. فقط دوستش آمدند. آفرین. دین تنگ نشود. تو نمی‌دانم روی از تنگ زمین باشد برای تو پیدا میکنه. پسر از این دوستش خواهش کرد که فردا همه دوستانش را به ضیافت دعوت کنند. چی؟ بشین رجب علی جان. او یک ایده‌ای کلان شو با پخت. همه رو به نزد خود دعوت کرد. از بین چیز دوستا یک تایی پرسید تو چیکار کردی که به این زودی سیاحت شدی؟ هر مهربانی همین دوستان سیاحت شدن. پسر پیش پدرش آمد و گفت پدر جان حقیقی بر جان بی شما است. پس پسر با همین دوستان با اون تا آخری عمر با همین دوستان زندگی کردن. آفرین با گروه یک پرسه 5 زنه. آفرین اون بچه ها باز به سوال ها میریم. سوال یکم از شما. سوال دیگه از شما. مرد خیلی بود. مرد بسیار باید پتنگ بود. مردی بود. چند پسر داشت؟ مردی بود. یک پسر داشت. آفرین با گروه سه سوال. پسر چه خسرت داشت؟ خوب داشت. آفرین زندگی رو جوره باز بود. آفرین سوال 4 آفرین سوال 5 آفرین آنها دوستانی نانی و زبانی بودند. آفرین بچه ها همه گوش میکنیم کنیم دوستان چند نوعن؟ 3 نوعن. کدام زبانی آفرین نانی و زبانی. آفرین 5 زنه. اکنون
و خواندن شعرها در مسیر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. یک لحظه دمگیری بعد این نقش‌آفرین خاموشم کنید. وای ملتی من امان باشی برای ملتی من زهی فرخنده مردی به دنیا رسانیدی صدای ملتی من در این دنیا نمیابم کسی را چطور در داشت نای ملتی من اون پایتخت نور دنیاست بگه نور و ضیای ملتی من خدا بر ما تو را از غیب خود داد اجابت شد دعای ملتی من بیمان 100 سال و 100 قرن و همیشه بیمانه پیشوای ملتی من ای نام نشان تاجیکستان فرزند کلان تاجیکستان من گریه تو به چشم دیدم در روز فغان تاجیکستان کردی تو خلاص از هلاکت این جان جوان تاجیکستان بگذار جوانهای عمرت در شهر و بیان تاجیکستان هر نیکی تو چون یک فرزند گشته است ایام تاجیکستان امروز پر است و پر بیمان از فیض تو خوان تاجیکستان مانند بهار آمدی تو گم گشته است خزان تاجیکستان اوی ملت آورده صبح وحدت امام علی رحمان تاجی سمان بر سرت هر جا باشد همیشه خدا باشد رهبرت ما کودکان داما منت داریم از شما چون که برای مایان شاده دبستان ما خونده و آفرین شویم یکتاب یک دل شویم فردای تاجیکستان در دست ما کودکان در دست ما کودکان آفرین آفرین. با این ما حبیب و غمسای ملت است ابتکاری کارهایش افتخاری ملت است میشکوفد از کدوم نیکی و گلها مهر فصلهای اون وحدت را بهای ملت است آفتاب بخت او روشنی کند راهی مراد هر تلاش و عزم و اوج برای ملت است رای او در زندگانی هست سود و آشتی روی پا بر جای شأن و ننگ و آی ملت است کارگان عدل را بر خونه مقصور بود رهنما و رهبر و آموزگار ملت است آفرین بچه‌ها. اکنون نوبت رو به نقش‌آفرین می‌دهیم بچه‌ها. مرحمت. سنه اتفاق پادشاه بود که 7 پسر داشت روز بهار روزی است که عمرش به آخر رسیده است 7 پسرش را پیش خودش دعوت کرد و به دست آنها یک سیمچه‌ای داد و گفت فرمود که آنها را شکند آفرین. پسران خیمچه‌ها را به آسانی شکستند بعد از این پادشاه 7 خیمچه‌ای داد پسران چقدر زور زدند اما خیمچه‌ها را شکستن نتوانستند بعد پادشاه گفت پسرانم اگر مثل همین خیمچه‌ها دوست و اتفاق باشد شما را هیچ کس نیست فردا نمی‌تواند اگر شما برعکس این خیمچه‌ها باشد شما را هر کس می‌تواند به آسانی بشکند آفرین. یه پرچم بچه خلاصه ما آمدیم. با خلاصه آمدیم که یک جای دوستانه یکدیگر فهمی اتفاق باشه ما آمدیم که اتفاقی زندگی کنن دوستانه زندگی کنن ما با خلاصه آمدیم که باید یکدیگر فهمی دوستانه و اتفاقانه زندگی کنیم آفرین. یک پرچم. نوبت رو به گروه 4 می‌گیریم. نوبت به گروه یک سرک نامش بهرام بود یک روز هنگامی بازی دانه یافت دانه را پیش مادرش آورده گفت مادر جان دانه را شکسته بخورم مادر جان مادر رسیده دانهش کن مادر تای خاک و آب ده درک نیها میشود نیها میوه میشود درک آفرین. یعنی مادر به او چی تصفیه داد؟ تصفیه داد که دانه را خیلی خوب کند. آبی هم دانه چی می شود؟ نیها یه چی می شود؟ میوه در
درخت می شود. درخت چی می شود؟ میوه میدی. بعد آفرین. آفرین چی؟ بهرام که بچه گلدارا بود دانا را تگی خواب کرده بود ای دانشگاه تا مدنی من نیاز نشوی گفته میشکنه میخورم باز تنگم بود از بهرام اومده دید که دانا نیاز داشت نیاز را کنده آب داد و گفت اینی حالت اگر تا مدنی من درخت نشوی افکندن ازو میکنم با خانه میبرم و دانا باز بعد یک چند وقت آمدو؟ و یک چند وقت آمدید که نیاز در آب داده گفت اگر تا آمدنی من غرق میوه نشوید را شکسته هیزم کرده در ترمین مادر انداخته ما نو را با حلاوت میخوریم. آفرین دوامش مرحمت صداری. اومده دید که درخت خوب از میوه شده چند زلزله چیده با آبی کرده شد شسته خود خیلی با مزه بود چند تا زلزله چید و پیش مادر دور رو مادر جان من دهقان شدم این حاصل کشته من شما هم بخورید و لذت برید. آفرین پنج زنه اکنون چکار میکنه؟ با زمین را نرم میکنه آب میگیره. آفرین انا سوالی دیو برای آن که نیاز درخت شود چکار میکنه؟ چکار میکنه برای که نیاز درخت شود؟ میوه درخت میوه بعد گفتن میوه و چکار میکنیم چیزش میوه درخت را چه میخوریم؟ با آبی تازه شسته میخوریم. آفرین سوالی چهارم کنیم قهرمان های افسانه را نامبر کن. قهرمان های افسانه کی های؟ آفرین بهرام چه خصلت داشت؟ خصلتی خوب. آفرین سوالی دیگر اومده سوالی ششم هم مرحمت در آخر بهرام چی بود؟ بهرام گفت که من دهقان شدم. آفرین من دهقان شدم. از میوه‌های من خدا لذت بره. آفرین یک قرصه دیگر. آفرین پنج زنی انا 90 را بر گروه پنجم میدهیم. مرحمت افسانه افسانه‌های هفت سرجز از پادشاهی بود که هفت پسر داشت. روزی یک کاسه پیش کرد که عمرش به آخر رسیده از هفت پسرش را پیش دعوت کرده به حق آمد یک تایی خیمچه داد و فرمان که اینها را میشکنند. پسرانش خیمچه را به آسانی شکستند. باز پدر هفت خیمچه دومه را گرفته یک پسرانش را داد. آفرین دوامش بعد پادشاه گفت اینها را شکنند. پسرها این حق قدر دور اما شکستند. بعد پادشاه گفت اگر شما هم مثل همین خیمچک‌ها یگانه و دوستانه اتفاق باشید شما را هیچ کس شکسته نمی‌تواند. اگر عکس این را کنید با خیمچک‌های تنها مانند شوید شما را هر کس به آسانی شکسته می‌تواند. آفرین یک قرصه پنج زنی آفرین همه اکنون اول به سوال هم بگیریم. سوالی یک سوالی سه سوالی یک درباره دوستی اتفاقی آفرین سوالی دیو در افسانه چند قهرمان است؟ 8 قهرمان است. دیده میشه بعد آفرین دوامش سوالی سه اومده پدر با پسرش چه مصلحت داشت؟ پدر با پسرش مصلحت داشت که یک جایه دوست و اتفاق باشند. آفرین یعنی از این افسانه خوندنمون به چی خلاصه آمده میمونید مرحمت؟ از افسانه خوندنمون به خلاصه آمده که دوست اتفاق باشه. آفرین سران پادشاه یک جایه دوست و اتفاق باشه نه دیگر فهمی کنیم مهربان باشه. آفرین اکنون به شما یک سوال
همین افسانه هایی که ما خوندیم، از افسانه هایی که ما نقل کردیم چی به خود بگیریم؟ کدام جهت ها رو به خود بگیریم؟ جهت های خوب رو. باز کدام جهت؟ دوست، جهت رو به خود بگیریم. اتفاقی، یک دیگر فهمی، یک دیدی، از یک لباس سر برآوردن، دوستی رو به خود میگیریم. آفرین، چندتان از داریم. اکنون نوبت را به خواندن شعری وطن میدهیم. همه در یک جایگی، همه یک جایگی. انجام یافت. سخن رو میتوانیم که به استادان مهربان خود دهیم. خطاب بود که امسال سال 2025 سال معرفت کتابخوانی اعلام نمودن با امروز باشد خوانندگان ما مؤسسه ما باشد. همین سال معرفت کتابخوانی را که با یک خوانندگان صنف یک امروز که با یک شوق و هوس زیاد همین دست گشاد خود را گذراندن و معلمان رالی و میانه‌داری خوش رساندن که و با آموزگاران جوانم که امروز در اینجا حضور دارند گفتنی هم که با یک روح بلندی با یک شوق و هوس آینده آنها هم به مانند معلمان درس عبرت گرفته در آینده برای نسل نورس سرمایه‌گذار باشند.